انفجار در داخل مسجد، آن هم در هنگام خطبه نماز جمعه. این تصویر از سوی یکی از نمازگزاران گرفته شده است. تصویری که وضعیت پس از انفجار را نشان می‌دهد و دیده می‌شود که هنوز جسد خطیب مسجد انتقال داده نشده است. و گفته وزارت امور داخله، مواد انفجاری در منبر مسجد، جایی که خطیب در آنجا قرار گرفته و به خطابت می‌پردازد، جاسازی شده بوده است. گواهان رویداد میگویند خطبه نماز جمعه جریان داشت که مواد انفجاری منفجر می شود. والا دریم صف که ناستم دا انتخاری شد ما پروتو کو مسکی ما پروتو کو دا کسان و تخت دو خود به پروگرام شالانو په دې وخت کې د مانزه د خلکو آمده کینی ولا د چې وته ودرېږي مونږ کې په دغه وخت کې درام شو چې د الله په کور کې او د الله د بیان باندې د اسلام علما وجنی د عالمان وجنی. بر بنیاد آمار پلیس کابل، در پی این حمله 2 تن به شمول سمیع الله ریحان خطیب مسجد جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند. سمیع الله ریحان یکی از عالمان دینی و مفتیانی بود که جنگ در افغانستان را حرام می‌دانست. او در نشست شورای عالمان جهان در مکه مکرمه که در آن جنگ در افغانستان مسلمان کشی و حرام دانسته شد نیز اشتراک کرده بود. مواد منفجره را جاسازی کرده بودند در منبر مسجد که متاسفانه در انفجار و مواد منفجره مولوی صاحب سمیع الله ریحان، یکی از علمای برجسته افغانستان، شهید میشن. همراه با اونا یک فرد ملکی و 16 نمازگزار دیگر که این نماز ادای نماز جمعه می باشه مجروح میشه. رئیس جمهور غنی این رویداد را به شدت نکوهش کرده است. کاخ ریاست جمهوری در خبرنامه نگاشته است که هرچند هراس افغانان فعالیت‌های هراس افغانانه ایشان را سابقه دینی می‌دهند، اما این گونه حمله‌هایشان نشان دهنده مخالفت موقف و دیدگاه آنان با اصول اسلامی را نشان می‌دهد. تا کنون مسئولیت این رویداد را شخص یا گروه بدوش نگرفته است.